نیروی ایرانی بهتره یا افغانی؟ این پروژه‌ای که پشت سر من می‌بینید پروژه سار ما هست، جایی که این مقایسه رو من از نزدیک تجربه کردم. این ساختمون 8 طبقه است و هر طبقه حدود 1000 متر سرامیک داشت که اومدیم ما کار رو بین این دوتا تیم تقسیم کردیم. یعنی 4 طبقه دادیم به تیم افغانی متری 300,000 تومان، 4 طبقه هم دادیم به تیم ایرانی متری 350,000 تومان. حالا بریم مقایسه بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. اینجا تیم افغانی روزی 90 متر کار میکرد و هر طبقه رو تو 11 روز تموم کرد. دلیلش هم این بود که منظم بودن، بدون غیبت بودن، بدون حاشیه بودن و دوباره کاری هم ما نداشتیم. اما تیم ایرانی روزی 45 متر بیشتر کار نمیکرد و هر طبقه رو تو 22 روز تحویل داد. دلیلش هم این بود که غیبت داشتن، مرخصی میرفتن، حاشیه داشتن و حتی چند تا ایراد اجرایی هم ما داشتیم. جمع‌بندی این مقایسه اینجوری است که برای 4000 متر تیم افغانی حدود 200 میلیون تومان ارزونتر تموم کرد و مهمتر از اون پروژه رو 44 روز زودتر جمع کرد. یعنی فقط بحث قیمت هم نبود، تو زمان، نظم و کیفیت هم برتری داشتن. حالا میخوام اینو بگم، کارگرای افغانی واقعا زحمتکش و کم توقع هستن و ما به جای اخراج اگه می اومدیم اونا رو ساماندهی میکردیم، مجوز کار میدادیم، ثبت رسمی، بیمه، آموزش، هم ما به عنوان سازنده راحت تر بودیم، هم امنیت شغلی و کرامت اونا حفظ